اطفال نازنین سلام. امیدوار هستم همه‌تان جور و صحتمند باشین. امروز یک درس کوتاه دارم به طفلک‌های چوچگک که هنوز مکتب نرفتن و نو میخواین یاد بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم تکرار کنین. درس امروز ما از 1 تا به 3 است. یعنی ما 3 دانه عدد یاد میگیریم. 3 دانه عدد ما در بالا ببینین 1 2 3 و 3 دانه حرف الفبای ما الف ب پ. حرف اول الفبا الف، دومش ب، سومش پ است. یک به دری به شکل نوشته میشه و در پایان به انگلیسی به شکل نوشته میشه الف انار. 1 دانه انار. الف ببینید پالوی انار الف انار. 1 دانه انار. 1 دانه انار. 2 بالا به دری پایان به انگلیسی است. 2 دانه بادرنگ. بادرنگ به بی میایه، به بی نوشته میشه بی بادرنگ. 2 دانه بادرنگ. 2 دانه بادرنگ. 3 به دری و 3 پایان به انگلیسی 3 دانه پکه. 3 دانه پکه. پکه به پی نوشته میشه پکه پکه. 3 دانه پکه. 1 2 3 3 دانه پکه. خدا کنه یاد گرفته باشین. 1 2 3 در بالا به انگلیسی پایان به دری نوشته شده و همچنان حرفای الفبا، حرفای اول و دوم سوم الفبا الف ب پ. این درس امیدوار هستم یاد گرفته باشین. دیگه خدا حافظ.